احتمالاً هیچ دغدغه‌ای به اندازه پول ذهن ما رو درگیر خودش نکرده. صبح که از خواب بیدار میشیم بدون اینکه بدونیم داریم براش تلاش میکنیم. شبم وقتی میخوابیم نگرانشیم و استرسشو میکشیم. بیاید یه بار برای همیشه عمیق در مورد پول فکر کنیم. واقعا آیا پول درآوردن شانسیه و برای آدمای خوششانس اتفاق میفته یا یه مهارت اکتسابی میتونیم یادش بگیریم؟ حالا دیگه روانشناسی، علوم شناختی و اقتصاد رفتاری تمرکزشون رو گذاشتن به این سوال جواب بدن. چرا بعضیا راحت‌تر پول به دست میارن؟ سریع و خلاصه‌وار. پول بزرگترین اختراع بشره. هزاران سال پیش مردم کالاهاشون رو با همدیگه مبادله میکردن. بهش میگفتن سیستم تهاتر کالا. فرض کنید که من یه گاو دارم و شما گندم دارین. من گندم نیاز دارم و شما شیر نیاز دارید. حالا ما معاملمون میشه. ولی اگه یه طرف معامله چیزی که اون طرف مقابل داره رو نیاز نداشته باشه، معامله اتفاق نمیافته. به این مشکل میگن عدم همزمانی خواسته ها. اصلا پول برای حل این مشکل به وجود اومد و خیلی زود تبدیل شد به یک ابزار برای ارزش گذاری، اندازه‌گیری و راحت تر کردن مبادله و تبدیل شد به زیربنای رشد تمدن‌های پیچیده. و خیلی زود اهمیت پول از اینم فراتر رفت. پول از ابزار تبدیل شد به اعتبار. اعتبار اجتماعی، احترام، دیده شدن و قدرت حضور در اجتماع. پول تبدیل شد به منبع انگیزه تمام آدما برای اینکه وضع زندگیشون رو بهتر کنن. پول دیگه قدرت خرید نیست. پول معیار سنجش موفقیت آدما تو دنیای مدرنه. چرا کسایی که خیلی به پول محتاجن سخت‌تر به دستش میارن و کسایی که بی‌نیازن راحت‌تر؟ آیا این گزاره درسته؟ شما باش موافقید؟ در علوم شناختی مفهومی به اسم scarcity mindset یا ذهنیت کمبود وجود داره. فرض کنید مغز ما یک کامپیوتر خیلی قویه. مثل تمام کامپیوترها که پهنای باند پردازشی محدودی دارند، مغز ما هم پهنای باند شناختی محدودی داره. بهش میگن cognitive bandwidth. وقتی ما دچار فقر یا کمبود میشیم، چه مالی و چه زمانی، برای مغز ما یه حالت اضطراری پیش میاد و این کمبود مستقیما بر عملکرد مغز اثر میذاره. وقتی ما نگران قسطای این ماه یا کرایه خونه هستیم، بخش زیادی از ظرفیت شناختی ما به خاطر این نگرانی‌ها اشغال میشه و مغز ما قدرت کمتری برای پردازش برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، سرمایه گذاری یا حتی یادگیری یه مهارت جدید پیدا میکنه. وقتی تو مضیقه مالی قرار میگیریم، استرس و اضطرابی که به وجود میاد اجازه نمیده تصمیمات استراتژیک بگیریم. پژوهشگرای علوم شناختی اسمشو گذاشتن poverty trap یا تله فقر. در عوض آدمایی که وضع مالی بهتری دارن، ظرفیت پردازشی مغزشون هم بیشتره و ازش برای شکار فرصت‌ها استفاده میکنن. پس پولدار بودن فقط در مورد حساب بانکی نیست، در مورد ظرفیت ذهنی آزاده. این نمودار به ما نشون میده که پول و ثروت یه آستانه داره. اگر منابع مالی ما زیر این آستانه قرار بگیره، تمام طول عمر باید تلاش کنیم که با تورم و هزینه‌های زندگی بجنگیم تا نمودار منابع مالی ما سقوط نکنه. اما اگه از یه آستانه بیشتر منابع مالی داشته باشیم، پول خودش برای ما کار میکنه. بهش میگن اثر مرکب و نمودار پول و سرمایه ما به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه. مثالش تو دنیای ما شغل‌های کارمندی در مقابل مشاغل آزاد و کارآفرینیه. احتمالاً با درآمد کارمندی نمیشه از این آستانه عبور کرد. یا دست کم بسیار بسیار سخت میشه این کار انجام داد. اما شغل‌های آزاد پتانسیل کسب درآمد نامحدودی دارن. اونا فقط کافی از این آستانه عبور کنن. فکر میکنید شانس چقدر تاثیرگذار باشه؟ علم اقتصاد رفتاری نظرش اینه که عوامل غیر قابل کنترل مثل جغرافیا، زمان و والدین خیلی تعیین کنندن.
و به این شرایط میگن شرایط اولیه یا initial condition. والدین به صورت ناخواسته و ناخودآگاه یک ذهنیت در مورد پول توی بچه‌ها ایجاد میکنند. اگه این ذهنیت منفی باشه، عواقب جبران ناپذیری داره. ذهنیت منفی یعنی جمله‌هایی مثل این خیلی گرونه و ما نمیتونیم بخریم، یا پول چرک کف دسته، یا پول خوشبختی نمیاره. دانشگاه ویسکانسین تحقیقات مفصلی راجع به آموزش مفاهیم مالی به کودکان انجام داده. اونا ثابت کردن حتی از سن 3 سالگی هم میشه مفهوم معامله و ارزش رو به بچه‌ها یاد داد. پس شاید بهتره یکم جدی‌تر به باورهای دوران کودکیمون راجع به پول فکر کنیم و شاید نیاز به بازنویسی داشته باشن. حالا یه سوال، اگر پولدارتر بشیم خوشحالی ما بیشتر میشه و این تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ به این نمودار نگاه کنید. پژوهش‌های حوزه اقتصاد رفتاری نشون میده برای آدمایی با درآمد کمتر به شکل معناداری هر چقدر که پول و سرمایه به دست میارن، استرس و تنش ذهنیشون کم میشه، خوشحالی و رضایت از زندگیشون بالا میره. اما افزایش درآمد بعد از اینکه به یه سطح رفاه مشخصی میرسه، نمیتونه باعث افزایش رضایت و خوشبختی بشه. این یعنی اینکه نمودار پول و رضایت یک نقطه اشباع داره. از مرحله اشباع به بعد دیگه عوامل غیر مالی روی سطح رضایت و خوشحالی ما تأثیر میذاره، مثل سلامت، روابط عاطفی، وقت آزاد و اعتماد اجتماعی. آدمای مختلف از چه راه‌های متفاوتی پول به دست میارن؟ داشتن تخصص مثل یه پزشک، مهارت نرم و کار مداوم مثل یه فروشنده و یا اهرم سرمایه مثل یه سرمایه گذار. ما به کدوم گروه تعلق داریم؟ آیا باید گروهمون رو تغییر بدیم؟ تمام آدمایی که پول در میارن یه جایی بین اسپشیالیست و جنرالیست قرار میگیرن. اسپشیالیستا روی یه حوزه عمیق کار کردن و چون تعدادشون کمه، خدماتی که ارائه میدن قیمت بالاتری داره. ولی جنرالیستا باید با هم دیگه رقابت کنن. اونا چون تو حوزه‌های مختلفی سررشته دارن، قدرت تحلیل، هماهنگی مسائل گوناگون رو با هم دیگه دارن. احتمالاً خلاقیت بیشتری برای ارائه یه خدمت خاصی رو دارن. حالا کجای این طیف قرار بگیریم بستگی به شما داره. اما یک نقطه از این طیف خیلی کار سختی داره برای پول در آوردن. برای شروع یه استارتاپ یک حداقلی از تخصص باید وجود داشته باشه تا جنرالیست ها بتونن به محوریت اون تخصص یه ایده پولساز و اجرایی کنن. اما اگه این محور تمرکز وجود نداشته باشه، جنرالیست ها دچار اهمال کاری یا کمالگرایی میشن. اینطوری کار هیچ وقت شروع نمیشه و یا هیچ وقت تکمیل نمیشه. اقتصاد مدرن یه استراتژی رو معرفی میکنه به اسم T-shaped skills. این استراتژی میگه بهتر اسپشیالیستا خودشونو با مهارت‌هایی مثل روانشناسی، مذاکره، هوش هیجانی و شبکه‌سازی حرفه‌ای مسلح کنن. و از اون طرف جنرالیست ها هم باید خودشونو با یه مهارت عمیق مسلح کنن. آیا شبکه‌های عصبی مغز ما با رفتارهای مالی ما ارتباطی دارن؟ و مهمتر از اون، آیا قابل تغییرن؟ درسته که شبکه‌های عصبی ما به مرور زمان تقویت شدن و ساخته شدن. اما یه قابلیت توی مغز ما وجود داره به اسم نوروپلاستیسیتی. یعنی هر چقدر این شبکه‌ها قدیمی‌تر و پایدارتر باشن، باز هم میشه اینا رو تغییر داد. رفتارهای مالی غلط مثل ولخرجی یا اعتقاد نداشتن به پسنداز میتونن مسیرهای عصبی تقویت شده‌ای باشن. برای تغییر این رفتارها، اقتصاد رفتاری ابزاری به اسم تلنگر پیشنهاد میکنه. رفتار غلطی مثل اهمالکاری توی پسنداز کردن،
مغز ما ترجیح میده یک پاداش کوچیک همین الانو نسبت به یه پاداش بزرگتر تو آینده ترجیح بده. تئوری تلنگر میگه بهتره به محض واریز حقوق اونو به یک حساب پسنداز جداگونه واریز کنیم. اینطوری ما اول پسنداز میکنیم بعد خرج میکنیم. یه تغییر خیلی کوچیک به نظر میاد اما نتیجه فوق‌العاده‌ای داره. پس یه بار مرور کنیم. ذهنیت ما نسبت به پول باید تغییر کنه. مخصوصا اگر توی کودکیمون یه ذهنیت منفی ایجاد شده باشه. پول میاره اما وقتی که از یک آستانه عبور کنه و بهترین استراتژی برای پول در آوردن اینه که توی حوزه متخصص باشیم اما از مهارت‌های دیگه غافل نشیم.